خوش اومدید به این ویدیو ترس یعنی خفن کم تو بالا سر من میبینید لاوا دارم یا بالا سر من و من تا وقتی لاوا میام فرصت دارم با این مدرکای کریتیو چرا با این مدرکای توی دستم این مکان رو درست کنم که توی زنده بمونم. البته تا وقتی شما ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. در مرحله اول ما فکر کنم قراره خیلی طول بکشه این لاوا. یه بیس بسازیم تا این بیاد. خب بدرون بیس بسازیم یه جای امن واسه اینکه بدونیم لاوا کجاست و آره تا این بیس میسازم شما من یه استوب کنم. خب بچه من تو اینجا خودم رو زندانی کردم و فقط میتونم این دیر تو بذارم و بکنمش. تنها چیزی که میتونم بکنم همین دیرت و نمید از بالای سرم نمیتونم نگاه کنم از گذاشتم که آره بچه من توی زندانی شدم نمیتونم بیام تو وقتی که نه بچه تا لاوا میام من ویدیو رو استوب کنم. بچه من متوجه شدم که بیسم روی لاوا نبود آره که بینید لاوا در الان میگه سرمون و آره خیلی ترسناک یعنی کی بودم اوکی داشت کنم من بدارم چیه و عزیزی وای من افتادم وای وای من کنم یه لاوا داره میاد کنم تسخیر کن دیگه نکنم بچه ما بردیم لاوا نتونست برد کن وای 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 نه 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 بچه ما بردیم ما این مسابقه رو برنده شد همین مثلا اینجا چجور دارم بیرون خیلی خوب بچه خواستم اصلا یه چیزی جدا از این نشون بدم. این لایه بزرگ از لاوا رو میبینید قرار بشه قلعه مافعیه و به ازای هر سابی که من میگیرم به یکی از این دیوارا اسم سابسکرایبرامو مینویسم. یادم آب بذارم اینجا بریم بالاش خیلی طولانی شد. بچه ها فقط من واسه این ویدیو خیلی زحمت کشیدم حساب کنید. اوکی همینطور که این فضا با من دقیقا وسطش قرار میگیرم به یه چیزی آب بزنم